خودم شما رو با بینای سودی ولی اقتصادی جمهوری اسلامی خیر مقدم میگویم. یعنی اونجا هیچ موضوع پولی بحث نمیشه. یگان موضوع بحثی نیست. الکی خودی جوابگر نسبت به حیات سود چی داشت؟ روزگی داره. همین زمینه بین هم تقسیم کنید و برای سازش همین بحثتون حل کنید. از حالت مذکور همین سماد و در غضب اومده نسبت به سودی سخنهای قبیح گفته است. بیننده عزیز یک لحظه تنفس کنید. بخصوص برادرانی که در فدراسیون روسیه شهر مسکو و اطراف آن هستند توجه کنید به خدمت رسانی زیارت حجامه کردن این سنت پیغمبر محمد درود خدا بر او است و امیدوارم که شما از خدمت رسانی زیارت حجامه استفاده ببرید پشیمان نخواهید شد. اونجا چند نمود ماسک نیز هست. مساژ منوالی است، مساژ عصب هست، مساژ نورولوژ است و مساژ کاستاپراف. و اونهایی که در رایون خیمکی شهر مسکو هستید توجه کنید به این رقم ها و اونهایی که در مترو براتسلافسک هستید به این رقم توجه کنید. اونهایی که در مترو لوبلینو با این رقم ها زنگ زنید و شرح بیشتر، رقم و سراغ بیشتر از زیارت حجامه در جای اپیسانی نیز هست که آنجا نیز میتوانید توجه کنید. رفتیم برای ادامه ویدیو گزارش ما را دیدن. درود بیننده عزیز شبکه اجتماعی دلیر مالی، امیدوارم شما خوب و خوش و سلامت و سریع حال هستید. ما قرار داریم در بینای سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان و حضور دارن در نزد ما. انیخترش ما مهمان شدیم با دعوت ایشان همراه قلزاده بوربات، نماینده رسمی سود عالی اقتصادی در سودهای اقتصادی در نزد وسایل اخباری آمد در تاجیکستان. خطا نکردین در معرفی. سلامت باشین. ایشان گفتن که ما باید با دو ویدیو گزارش شما واکنش داریم و ما در اول این صحبت میگیم که آماده ایم همه گونه واکنش رو نسبت به همه ویدیوهای دیگری که تا این وقت ما داشتیم و یا در آینده نیز تهیه میکنیم از همه نهادهای دولتی شروع از سود، پروکراتورا، نمیدونم وزارت کارهای داخلی، امنیت، بانک ها، حتی جماعت و شهرها آماده ایم که ما همه گونه واکنش رو بر عوض ویدیوهای خودمون باز نشر کنیم، چون این قانون‌های عمل کننده در تاجیکستان در سمت وسایل اخباری ما از ما طلب میکنند. خب بوربات گفتن که ما اوید با دو ویدیوی شما واکنش داریم. اول میخواستیم پرسیم که سری کدام ویدیو اول میخوایم صحبت کنیم؟ پیش از همه قدوم شما رو با بینای سودی ولی اقتصادی جمهوری اسلامی خیر مقدم میگویم. طوری به همگان معلوم است سال 22 می سال 2022 در شبکه اجتماعی یوتیوب در صفحه شما مواد تحلیلی و تنقیدی تحت عنوان بحث زمین چگونه مادر امضا کرد که در آن وجه‌های تحلیلی و تنقیدی جوابگر وابسته به پرونده اقتصادی سنگین محمد صادق سفرویچ پهن گردیده بود. سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان جهت اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 7 فوریه سال 2009 تحت رقم 622 درباره واکنش شخصان منصبدار به موضوعات تحلیلی و تنقیدی وسایل اخباری عامه وجه‌های در مراجعت بیان گردیده را تحت سنجش پررو و همه‌جانبه قرار داد. ضمن سنجش معین کرده شد که سابق رئیس خواجگی دهقانی مهر ناحیه مسجد با عریضه درباره موارد بحث قرار دادن قرار رئیس ناحیه مسجد به سود اقتصادی ولایت سوخت مراجعت نموده است. کدام سنه مراجعت کرده است؟ سنه مراجعت ما سنه حلنامه‌اش بیان میکنیم شما برای که ما ترتیب شناس شدن با موضوع پرونده در قانونگذاری پیش بینی شده است. شخصان اشتراکچی پرونده مطابق طلبات کدکس مرافع اقتصادی حقوق دارند با موضوع پرونده شناس شوند. با نظر داشت آن که ما همون مواد تحلیلی و تنقیدی و بیان کرد ما مختصر درباره همین بیان میکنیم. ما تصمیم گرفتیم که پورا درباره بحث مذکور بیانات نمیتیم، زیرا که اگر شما همچون واسطه اخباری عامه خواهش گرفتن معلومات پورا با پرونده مذکور رو داشته باشید باید عریضه کنید. ما قانون جمهوری اسلامی پیش بینی کرده است ترتیبش را. خب در ضمن اینجا صحبت من یک لحظه بذارم می‌خواستم برادری این نفر محمد صادق محمد رازق است دعوگر با پرونده مذکور بود. نفر دیگر آمد برادرش و ما این صحبت ثبت کرده هستیم با برادر ایشون نیست. جانب دیگر برادرش آمد برای دعوا و برای دلیل‌های خودش را پیش آوردن که ما این صحبت کردیم. خب با نظر داشتیم که به شما هر دو طرف الکی مراجعت کردن ما درباره ماهیت پرونده بررسی شده بیان نمیکنیم، زیرا که الکی نسخه هم سند سودی مرحله یکم هم سند سودی مرحله نظارتی به طرفو دسترس است و ما میتونن که آزادانه استفاده برن. و همون وجه بیان نموده جوابگر درباره آن که گویا معروضچی پرونده
عزیز جلال‌الدین عزیزخواجه ضمن قبول اظهار نظر با شکایت نظارتی بیان نموده باشد که مصلحتی که شما کردید باز دیگر خیر راه میشود. یعنی خطا کرد برادرش گویا خطا کرد. ما همین مورد سنجشی پورا قرار دادیم. سنجش معین کرد که واقعا سنه 4 اکتبر سال 2021 سنگینف با سودی عالی اقتصادی جمهوری اسلامی با اظهار نظر به شکایت نظارتی مراجعه نموده است. سودی معروضچی طبق ترتیب مقرر شده در نزد درآمدگاه ریاست کارگزاری و نظارت که حضور شما در اومدین علاقه در داخل بنا قبول شدگی است. ما اینجا هم حاضر نوار میگیریم بعداً میگذاریم که شما میبینید در داخل بنای سود عالی اقتصادی در نزد درآمدگاه ریاست کارگزاری و نظارت قبول کرده طبق طلبات کدکس مرافع اقتصادی سودیا اختیار است که برای راه سازش حل کردن بحث تدبیر اندیشی نماید. با نظر داشت معیار مذکور قانونگذاری سودیا سود عالی اقتصادی عزیز جلال‌الدین عزیزخواجه با سنگینف محمد صادق سفرویچ بیان نموده است که شما برادر هستید. نمی شود که همین بحث رو همین زمین رو بین هم تقسیم نموده بحث رو برای مراسلات حل نمایید که در این حالت جوابگر یعنی سنگینف محمد صادق بیان نموده است که وای جوابگر می باشد و زمین در دست دعواگر است. حالت‌های مذکور در گزارش سودیا با پرگی درج کرده شده است. اینچنین پروتکل مجلس سودی دایر به پرونده مذکور نشان داد که پیش از آغاز محاکمه سودی چون قاعده طبق طلبات کدکس مرافع اقتصادی رئیس کننده پرونده هم در مرحله یکم هم در مرحله کاساسیونی هم در مرحله نظارتی حقوق و اختیاری‌های شخصان اشتراکی پرونده را می‌فهمانند. یکی از چنین حقوق و حقوق‌های مرافعی شخصان اشتراکی پرونده این حقوقی اظهار ردیه نسبت به سود و یا حیات سود میباشد. یعنی شخص در صورت اون که اگر نسبت به بی‌غرضی سودیا و یا نسبت به حیات سود نسبت به بی‌غرضیش اگر شبهه داشته باشد از همین حقوق مرافعی خود اظهار استفاده برده نسبت به سود ردیه اظهار می‌نماید. اما چنین حقوق چنین حالت چنین حقوق مرافعی از جانب جوابگر سفر محمد صادق استفاده شدگی نیست. حالت مذکور از اون شهادت می‌دهد که علاقه خود جوابگر نسبت به حیات سود چی داشت راضیگی دارد. حالا اینا میخوام که همین جناب عزیزی که همچون کاتب در این در معروضچی اونجا کاتب معرفی کردین نه معروضچی حالا کجا کار میکنن در همین سود عالی اقتصادی. شما برای این که همین گونه یک صحبت نشده است و او هیچ منفعت نداشت از جانب محمد صادق بود محمد سفر محمد صادق بله هیچ منفعت نمیخواست برای این دلیل ها چه اساس داره شما ما با پرگی سنجش گذرانیدیم واسطه سنجش اکن با سنجش خدمتی است و نمیتونه شرط ویدیو صدا دارین شما در حالت بحثی سودی به میون آمدن در همین اساس اگر در صورت به سود مراجعت کردنش ما آماده ایم ما دلیل های کافی داریم که حالت مذکور رو سنجش گذاریم. یعنی اونجا هیچ موضوع پولی بحث نمیشه یگان موضوع بحثی نیست. اون نفر میخواست که طرفا رو به هم بیاره. مثلا یک آدمی با فهمی با درک هستید کدام سودیا به شخصی که نمیشناسد پیش نمیدونه عموما همین چیز عموما وجود نداره. میگه که من خطا کردم فکر که دادرم و آدم اما استفاده از گفتم شما که برای راه سازش حل کردن بحث تدبیر اندیشی کرده است و عهدهداری سودیگی چه اجرا کرده گفته است که همین زمینه بین هم تقسیم کنید و با راه سازش همین بحثتون حل کنید که در همین حالت و این حالت از چی گواهی میدهد که اگر شخص نمیشناسد و واقعا بی غرض است که نمیشناسد شخصی که غرض دارد چه خیلی جای با جای یک شخص مرافعی دیگر شخص مرافعی. ولی جناب عزیزی در سودی عالی اقتصادی به حیث کی کار میکنن؟ به حیث سودی عالی اقتصادی. به حیث سودی. خب در این قسمت بحث چه ناروشن مون بود؟ یگان جای ناروشنی نداره. بعد من یک چیز میخوام تاکید کنم که مطابق طلبات قانونگذاری مرافعی اقتصادی شخصان اشتراکی پرونده حقوق دارند که نسبت به صنعت‌های سودی تا مرحله ریاست سودی عالی اقتصادی مراجعه نمایند. از لحظه قبول قرار مرحله نظارتی یعنی سنه 5 اکتبر سال 2021 تا حال زیاده از 7 ماه سپری شد. 8 ماه. همین مرحله گذشت بعد قبول همون قرار از جانب یگان شخصان اشتراکی پرونده همین قرار مورد بحث قرار داده نشد. خب چقدر مهلت وقت دارد این برایش؟ و در قانونگذاری با پروگه مشخص نشان داده شده. یعنی مهلت پیشنهاد شکایت نظارتی 6 ماه است. این علاقه 7 ماه گذشت. این علاقه 7 ماه این از چی گواهی میده؟ همین در اساس طلبات قانون به یگان بار مراجعه نکرد بعد همون قبول قرار مرحله نظارتی علاقه و اعتبار قانونی پیدا کرد و حکم و سند سودی حکم قانونی پیدا کرد. خب بیننده عزیز ما بحثی که شکایت شده بود از جانب ساکن ناحیه مسچاه در مورد کارمند سودی عالی اقتصادی که گویا از اون چیزی میخواست با خطایی که کرد ولی اینجا جناب باربد نمایندگی از سودی عالی اقتصادی گفتن که نه
این اساس نیست. ما دلیل های خودمون رو داریم که اونجا یک صحبتی بود که طرفا را میخواستن به هم بیارن. اکنون میگذاریم به قسمت واکنش دوم شما وابسته به کدام ویدیو گزارش شما است؟ وابسته به ویدیو گزارش کسانی 25 می سال 2022 تحت عنوان میلیون های مردم در توچ پرومبانک رئیسش کجاست؟ بله. حالت مذکور نیز مورد آموزش قرار داده شد. معین کرده شد که عین حال در سود اقتصادی شهر دوشنبه جریان مفلی شوی جمعیت سهامی پوشیده توچ پرومبانک ادامه دارد. خب من میخوام در اینجا یک چیزی مهم رو تاکید کنم، با همین به فکرم به همه بینندگان البته به سوالشون جواب میشود. مطابق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره برهمدهی تشکیلات‌های قرضی، وظیفه اساسی مدیر مخصوص این به منفعت قرضدهان ستانیدن و بیگانه کردن دارایی‌های تشکیلات قرضی برهم داده شونده به حساب می‌رود. از مقررات مذکور قانونگذاری معلوم می‌گردد که تقسیم مال و ملک از روی طلبات‌های فهرست همین میخوام به معلومات شما رسانم که در هر دوره، مثلا به دوره 3 ماه، فهرست طلبات قرضخواهان هر تشکیلات‌های برهم دهنده از جانب سود تصدیق کرده می شود. سود اقتصادی که جریان مرافع مفلی شوی در آن صورت میگیرد. بله. با نظر داشت همین در سود اقتصادی شهر دوشنبه نیز مسئله فهرست طلبات قرضخواهان توچ پرومبانک تصدیق کرده شده است. مدیر مخصوص در اساس همون فهرست اونجا نوبتی پرداخت است. بله. از روی نوبتی پرداخت طلبات رو قانع میکند. ما همین یک وجه همون مراجعت کننده که گویا که از جانب سودی آنها قبول کردن نشده اند، همین مورد آموزش هم از جانب قرار داده. اونا با کدام سودی مراجعت کرده بودند؟ با سودی که جریان مرافع مفلی شوی در پیشبرد قرار دارد، سود اقتصادی شهر دوشنبه سیدزاده زلفیه. خب معین گردید که واقعا سال 23 می سال 2021 امانتگزاران توچ پرومبانک 22 یا 21 معذرت میخوام 22 معین کرده شد که سال 23 می سال 2022 امانتگزاران توچ پرومبانک سمدوف، شکوروف و قادیروف از جانب رئیس سود اقتصادی شهر دوشنبه قبول کرده شد. بعد قبول رئیس سود ساعت 12:20 همان روز آنها با اتاق کاری سود اقتصادی شهر دوشنبه سیدزاده زلفیه با مقصد قبول کردن و بیان نمودن ناراضگیشون وارد شدند. با نظر داشت آن که در هر اداره و مؤسسه ها جدول و طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت شخصان واقعی و حقوقی جدول نوبتداری وابسته به قبول شهروندان تهیه می شود. چون این جدول در سود اقتصادی شهر دوشنبه نیز از جانب رئیس سود تصدیق کرده شده است. همان روز سودی نوبتدار دیگر سود اقتصادی شهر دوشنبه می باشد. با نظر داشت حالت مذکور سیدزاده زلفیه ابراز نموده است که عین حال وقتی تنفس می باشد ساعت 12:20 بله تو ساعت 13 تنفس. تو ساعت 13 تنفس. بله. شما میتونید که در وقتی کاری با مسئله مذکور مراجعت نمایید. از حالت مذکور همین سمد و در غضب اومده نسبت به سودی سخنهای قبیح گفته است. سودی سود اقتصادی شهر دوشنبه باشد مطابق طلبات سرخط 7 ماده 9 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعات شخصان واقعی و حقوقی عمل نموده قبول را قطع کرده. در این خصوص سند دخلدار ترتیب داده شده است. این چنین گذراندن سنجش دایر به همین وجه نشان داد که همین امانتگزاران چندین مرتبه از جانب هم رئیس سود اقتصادی شهر دوشنبه هم سودی سود اقتصادی شهر دوشنبه قبول کرده. چندین مرتبه تقریبا چند مرتبه قبول شده است؟ از جمله سنه‌های 20 سپتامبر سال 2021 27 سپتامبر 2021 6 ینوار سال 2024 22 4 مارس سال 2022 از جانب رئیس سود و سودی همین سود آخرینش ماه 5 مرتبه. در این خصوص در دفتر قبول شهروندان قیدهای همین 5 مرتبه قبول از طرف سود عالی اقتصادی شهروندان چه نتیجه داد؟ برادر من شما حاضر فهمیدم که سود اقتصادی فهرست تصدیق میکند. مدیر مخصوص در دایره قانون جمهوری تاجیکستان درباره برهمدهی تشکیلات‌های قرضی در دوره امکانیت‌های موجودش همون از روی نوبتی پرداخت اما طلبات‌های قرضدهان قانع کردن. ولی به مردم گفتم میتونیم که این بیش از 2 سال شد که مدیر مخصوص تعیین شد و مدیرم چند بار عوض میشد. چه خیلی که گفتن یعنی مردم تا هنوز با پررنگی پس اندازشون گرفتن نتونستن. یعنی چقدر دیگر مردم انتظار میشن از روی همون فهرستی که شما معین میکنید هر وقت. سوال شما با مدیر مخصوص تعلق داره. با مدیر مخصوص این از دایره وکالت سود بیرون است. یعنی مدیر مخصوص با شما پیشنهاد میکند؟ با ما پیشنهاد میکند فهرست سود تصدیق میکند. مثلا با تعیینات سود اقتصادی شهر دوشنبه از 19 می سال 2022 فهرست طلبات قرضدهان توچ پرومبانک به حالت 1 می تصدیق کرده شده است. فهمیدید؟ از روی همون فهرست مدیر مخصوص عمل میکنه. فهم. و در دایره امکانیاتش مثلا مال و ملک میفروشد یگان وای کرده طلبات. اما میخوام بود تاکید کنم که نو بسته از همین نو بسته از اون که حال نوبت پرداخت امانتگزاران نرسیده است. مدیر مخصوص در دایره امکانیاتش همین
امانتگزاران هر ماه به طریق نقدی پرداخت نموده ایستاده است. اینم به صلاحیت شما نیست که نوبت پرداخت امانتگزارا کی میرسه؟ و در قانون مقرر کرده شده. در قانون جمهوری اسلامی درباره رهندهی تشکیلات قرضی اما طلبات آورده شده است که در فهرست از نه اونجا وقتش در قانون پیش بینی کردن. اول از همه میگذارد وزارت مالیه را وزارت مالیه پرداخت‌های دولتی. بله پرداخت‌های دولتی. یعنی تو چه فهمیدیم توچ پرومبوک علاقه پرداخت‌های دولتی با پروژه پرداخت کرد. و حساب کتاب به مدیر مخصوص. با مدیرش مخصوص. نسبت این شهروندو سودیا خانم زلفیه بودن؟ چی اون پرونده شدن چیکار کردن نسبت سماد و شهروند؟ نکردن. با نظر داشت اون که اما مراجعت کردن و همیشه کردن فقط سند ترتیب دادن. اما با بیان کردن که وقتی کاری بیاین آماده قبول هستیم. آماده قبول هستیم. اما چند بار مراجعت‌های و که ما بعد همین واکنش ما پیدا شد ما جواب گرداندیم، جواب مفصل میتونین از اونها دسترس کنید. خب در قسمت بحث توچ پرومبانک مشتریان توچ پرومبانک و سودیه سود عالی اقتصادی نیست اگر اگه چیزی نوگفتنی آخرام باشد که میشنویم بعد خیر سلامت باشید. من همون چیزی که بود سنجش گذراندیم اینا به معلومات شما رسانیدیم. اگر با یگان وایتون باشد با ما با همکاری من سوال میخوام که اگر بیننده های ما میخوان یگان سوال مستقیم در مسئله سود عالی اقتصادی باشن رقم های باوری هست که در ساعتی کاری کار کنند در درآمدگاه سود چسبانده میتونیم اینجا اعلام کنیم چند نه در بین همین تلفن های باوری ما هم در سامانه ما هست. یک بار میخوام در برای بیننده 221 10 46 221 10 46 در ساعتی کاری با وقت دوشنبه جواب میتیم 221 10 46 عبدالله چی سوالی داری؟ سلامت باشید. بغیر از این سامانه ما دائما فعال است. یک بار دیگه معرفی کنید. سامانه سود دائما فعال است. میتونن که به طریق الکترونی هم مراجعه کنن. شکل پره سامانه‌تون چی نام داره؟ چه خیلی میتونن جستجو کنن؟ سوئی.tg. سوئی.tg. خب بیننده عزیز ما بسیار خرسندیم که با نمایندگی از سود عالی اقتصادی بربط همراه زاده خطا نکردم. بله. اوید با دو ویدیو گزارش ما واکنش نشون دادن و در آخر صحبت بار دیگر تاکید میکنیم که ما آماده همه گونه صحبت و همکاری با همه نهادهای فعالیت کننده در داخل کشور هستیم. ما همیشه میخواهیم که نسبت به هر ویدیو گزارشی که ما تهیه میکنیم همین گونه واکنش ها همین گونه اندیشه ها از طرف دیگر پیشنهاد شوند. ما آماده ایم که رفته ثبت کنیم و با معرض شما بگذاریم بیننده عزیز. خب در این برابر خواهش میکنم اونهایی که پیگیر صفحه های ما در یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی هستند به تحقیر به دشنام همیشه نظر اندیشه بنویسین و پیگیر دیگر واقعه و گزارش های ما نیز بمانید. همیشه آخر سخن ما همین است: زنده باد صلح ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. پدرود تا درودهای دیگر. شکر. بیننده عزیز یک لحظه تنفس کنید. بخصوص برادرانی که در فدراسیون روسیه شهر مسکو و اطراف آن هستند توجه کنید به خدمت رسانی زیارت حجامه کردن این سنت پیغمبر محمد درود خدا بر او است و امیدوارم که شما از خدمت رسانی زیارت حجامه استفاده ببرید پشیمان نخواهید شد. اونجا چند نمود ماسک نیز هست. مساژ منوالی است، مساژ عصب هست، مساژ نورولوژ است و مساژ کاستاپراف. و اونهایی که در رایون خیمکی شهر مسکو هستید توجه کنید به این رقم ها و اونهایی که در مترو براتسلافسک هستید به این رقم توجه کنید. اونهایی که در مترو لوبلینو با این رقم ها زنگ زنید و شرح بیشتر رقم و سراغ بیشتر از زیارت حجامه در جای اپیسانی نیز هست که آنجا نیز میتوانید توجه کنید. رفتیم برای ادامه ویدیو گزارش ما را دیدن.